سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم سلام مرا داشته باشید عزیزان. همگی خواهرانی که انتظار پخش مستقیم بودن و سوال جواب ما با آنلاین بودن، الان انشاءالله شروع میکنم به پاسخ دادن سوال هایتون که اینجا در چت یوتیوب می نویسید. خواهرانی که سوال دارن یا عموما حتی هر بیننده که سوال خود را دارد می توانید همینجا در نظرتان رو برایتان کشاده بوده چت نویسید و قدر توان انشاءالله در پاسخ دادن سوال ها هسته. یک دقیقه من تمام. سوال هایی که پیشتر نوشته شده بودند و آنها اولا جواب میگویم. سوال اول: السلام علیکم استاد جان، میخواهم درباره اسمایلیک هایی که در تلفن های موبیلی هست آیا استفاده آن گناه است یا نه درباره آن بپرسم. اسمایلیک ها را بعضی ها مانند میکنند به صورت کشی یا به عکس که پیامبر صلی الله علیه و سلم اشد العذاب یوم القیامت علی المصورین گفتگی هستند، یا با همین معنا که بدترین عذاب در روز قیامت بالای صورتکش ها هست، آنهایی که صورت انسان ها و حیوان های جاندار را میکشند. بعضی ها میگن این اسمایلیک ها همون کلچه هایی هست که به صورت ماننده است، استفاده نکنید. بعضی ها میگن این یگان رابطه به صورت کشی ندارد، عموما فرستادنش باکی نیست. یعنی خودم شخصا من در این باره یگان دلیل قطعی نمیدونم که آیا این به صورت کشی داخل می شود و انشاءالله که باکی ندارد از فرستادن آن. سوال دوم: سلام علیکم، درباره ایپوتک می فهموندید ما همین گونه برای حجت کشادگی، یعنی درباره ایپوتک چگونه که پیشتر هم گفتیم، یکی از مسئله هایی که در شریعت جایز نیست و به این خیلی ها هیچ نترسیده دست زدند و هنوز هم دست زده ایستادن، این ایپوتک می باشد. و ایپوتک همون کردیت هست یا همون قرض بانکی هست که شما خانه رو میگیرید، بانک پول اون رو میدهد و شما اون پول بانک داده که همچون قرض حساب می شود کم کم مدتی 20 سال و 30 سال آورده به بانک می دهید، که البته این همون ربایی هست که الله میگوید فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. از این پیشترش یعنی ای آنهایی که ایمان آوردید، اگر شما ایمان آورد یعنی مؤمن باشید، دیگر ربا رو بس کنید، پرسنت دادن و گرفتن رو بس کنید. یعنی چگونه که گرفتن فایز حرام است، دادنش هم عیناً همین گونه حرام است و الله میگه اگر بس نکردید شما آماده جنگ با الله و پیامبر باشید. ایپوتک هم عیناً همون است. اگر دولت حاضر یک نیرنگ دیگر است که گویا که دولت اون رو میدهد، دولت یک قسمش رو میدهد، بقیهش رو شما میدهید، و با دستی خود به آنجا رفته امضا میکنید که من راضی هستم که به بانک مدت طولانی قرضی برای خانه گرفتم رو دهم. عیناً همون گرفتن خانه با پول قرضی که دیر کردی فایز میبندد است که این جایز نیست و متاسفانه یعنی به این گویا حلال است گویان بعضی فتوا هم دادگی هستند، ولی برگردید و عقلا هم این رو میتوانیم یابیم که چگونه ما مدتی دراز پول یک خانه رو اون رو بانک میدهد و بعداً به بانک زیاد کنان میدهیم که عموما این چیز از روی شریعت جایز نیست. در شریعت بیع تقسیطی هست که در اونجا فایز وجود ندارد. مثلا من میگویم خانه من مثلا به 2 میلیون می ارزد، من برای شما 2.5 میلیون میدهم، شما میتوانید در 5 سال کم کم پولش رو به من دهید. اگر دیر کردید به خاطر اینکه من ضمانت داشته باشم، شما یگان چیزی خود را در نزد من همچون رهن میگذارید. در این وقت می شود که مثلا گویم این کردیتی نه یا گفتیم ایپوتک نه و این یک خرید و فروش تقسیطی هست، اما اون که بانک پول شما رو میدهد و شما هر ماه باید بدهید و زیادی هم میدهید الکی و باز دیر موندید باز فایزش زیاد می شود، عیناً همان ربا می باشد. سوال دیگر: آیا کلین یا دختر می تواند خسور را پدر گوید و اگر بیمار باشد حمام کناند؟ خسور عزیزان از نفران هست که برای ما محرم ابدی هست.
محرم ابدی هست. و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم میگوید پروردگار در وقت شمردن محرم ها و همسران فرزندان شما برای شما محرم هستند. حتی زن و شوهر از هم جدا شوند هم خسور یا پدر شوهر همیشه محرم میماند. اما این معنایش این نیست که تا دیگر حمام کناندن و به این چیز برای عروس یعنی این چیز رو بمانند. خانواده داماد یا گفتیم خانواده شوهرش گفتید هیچ کس نیست، بیچاره پدر تنها هست، پیر و فرتوت است، یگان نفر غیر از من نیست، خیلی بیمار است. در اینجا می توانید در حدود شهر البته عورت او را نکشوده، یعنی حتی با سر و لباس هم باشد یعنی تماما نگاه نکرده دیگر او که مثل کودک می شود. یعنی پیرمردانی که 80-90 میگذرند خصوصا بیمارها دیگر عقلشان هم مثل کودک میشوند و آنها عموما به شهوت یگان میل ندارند. یعنی در این وقت اگر هیچ علاج هم نیست گفتید میتوانید غسل کنید و برای این ثواب هم میگیرید. و پدر گفتن با مقصد احترام باشد، مادر گفتن هم با مقصد احترام باشد. حتی بیگانه رو پدرگویی هم بوکه ندارد. پدر جان مادر جان گفتن با مقصد احترام. همون حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی از کفر این است که یک نفر پدر خود رو بماند و کسی دیگر رو پدر گوید. میگویند من ادعا لغیر ابی فقط کفر. بود خطا نکنم لفظ حدیث که کسی که پدر خود را یک سو گذارد و یا گفتیم از پدر خود عموما دست کشد و دیگر را پدر گوید او در حقیقت کافر شده است، به معنای اینکه کلا از دین بیرونه و یعنی به گناه کبیره دست زده است. اون به معنای این است که تو پدر خودت رو میشناسی اما میگویی او پدر من نیست، من این گونه پدر رو نمیشناسم. یعنی بعد از طلاق بسیاری از مادران همین چیز رو در قلب کودک جا میکنند که او دیگر پدر تو نیست، او رو پدر نگو، او تو رو پرتافت و رفت، او به تو نگاه نکرد. با همین کم نیستن فرزندانی که میگویند من او رو پدر نمیگویم، من حتی نام او رو نمیخواهم به دهان بگیرم. انا این گونه کار یا معامله کردن ببخشید در حقیقت گناه کبیره است. وقتی که پدر خود را عموما نمیخواهی پدر بگویی و عموما از پدر خود اینقدر نفرت داری که حتی میگویی او به من پدر نیست. انا این رو پیامبر عموما ممکن نیست گفتن و حتی کفر گفتن این گونه عمل را، برای اینکه انسان پدر خودش را یعنی هر چی باشد هم آره نه برای همه پدران صالح نصیب می شود، ولی هرچی باشد هم قرآن به ما می آموزد که آزر پدر ابراهیم همراه دشمنان برای عذاب دادن ابراهیم دست داشت و حتی ابراهیم را تماما از خود رانده بود و حضرت ابراهیم به این هم نگاه نکرده سلام علیک ساستغفر لک ربی، برای تو من همیشه سلامتی میخواهم و حتی برایت از پروردگار طلب استغفار میکنم. گویان جواب داده بودند اگرچه اینقدر بدترین پدر داشتن، یعنی چگونه پدر نداشته باشید هم او را باید پدر قبول کنید و بدانیم که پدر و مادر این مسئله تقدیر است. یعنی ما به خود پدر را انتخاب نمی کنیم، مادر را انتخاب نمی کنیم، این تقدیر است که هر پدر و مادری که برای ما نصیب شد بر آن قبول کنیم و راضی باشیم و شکر گوییم و پدر خود را هر کی باشد هم پدر قبول کنیم و پدر بگوییم. و انا همین حالت یعنی پدر خود را عموما پدر نگفتن را پیامبر کفر گفتن، اما از جهت احترام چه خیلی گفتن پدر جان گفتن، فرزندم گفتن، مادر جان گفتن باکی نیست. و در خاطرم است که باره کمی از مقدار حدیثی رو خوانده بودم که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک نفر رو از روی احترام پدر گفته هستند، از روی احترام که ما خسور رو پدر میگیم ان شاء الله باکی ندارد و به این گناهکار نمیشوید. سوال دیگر، اگر زن خواهد علم اسلامی آموزد اما شوهرش راضی نباشد زن خواندن رو ادامه دهد گناهکار می شود یا نه؟ درباره به اجازه شوهر علمی اسلامی آموختن اینجا دو نکته است. مردهایی هستند که از روی ترس از اینکه الان میدانید احوال را چه در داخل کشور چه در بیرون از کشور همه با تمام قوت خود بالای مسلمان ها دارند هجوم میکنند، بالای مسلمان هایی که اسلام حقیقی را میخواهند بیابند و زندگی کنند. بعضی برادرها
از ترس این که اگر همسر من درس خواند بالای من مشکلی می شود، بالای پدر و مادر من مشکلی می شود، گویان به زن خود اجازه نمی دهند. یعنی این گونه بعضی اجازه نمی دهند و این گونه برادرها رو فهمیدن ممکن است که مقصد اینها از به زن خود درس اجازه ندادن ترس است، که کاش با این ترس خود که همچون بود در قلب اکثریت دیگر جایگیر شده است و ما را اینقدر آن ترس بند و زنجیر کرده است که ما کوچکترین حرکت رو هم برای خود و برای فرزند و عائله‌مون کرده نمیتوانیم، از این خود رو رها میکردیم. یعنی ترس ها رو دیگر یا گفتیم از قید آن ترس خود رو بیرون میکردیم و برادران جسارت میداشتند و میگفتند هرچی باد و باد همسر من باید از شریعت باخبر باشد تا که استاد فرزندان من شود و فرزندان اساساً تربیه و علم رو از مادر خود میگیرند. و این سخن الله هست که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا برابر هستند اونی که میداند و اونی که نمیداند؟ آیا برابر است زنی که علم دارد و زنی که بیسواد است؟ آیا برابر است زنی که از الله میترسد و الله را میشناسد و اونی که فقط از پی خودخواهی هست؟ یعنی کاش برادرانی که از روی ترس همسر خود را به درس خواندن اجازه نمیدهند آن ترس خود را میشکستند. اما یک قسم برادران دیگر هم هستند که با از اینکه میبینند که علم به همسر آنها هیچ فایده نکرده ایستاده است، برعکس هرچی خوانده ایستاده است، هرچی زبانش درازتر می شود، میگن برای من زنی خواندگی لازم نیست. اینجا یکم به جاهلیت یا گفتیم یک اخلاق جاهلیت هم هست، اما از یک جهت عیب بعض زنها یا خواهرها هم هست. علم خواهران عزیز عبادت است. هر کی علمش از زیاد شد باید اخلاق او زیاد شود، باید خشیه او زیاد شود. انما یخشون الله من عباده العلماء، الله چی میگوید؟ از همه زیاد عالمان از پروردگار میترسند. و در سوره رعد هم پروردگار وقتی درباره اهل علم صحبت میکند فقط صفاتهای آنها را با خوف و با صبر و والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة گویان صفت میکند که انسانهایی که علم دارند و از الله میترسند آنها از الله ترس زیاد دارند، از الله ترس زیاد دارند. آنها اخلاقا از دیگران باید فرق کنند. و در کتاب خوانده بودم، در کتاب داوود ظاهری که گفته بودند که علم مانند باران است، به بعضی انسان ها از علم میدهی مانند یک درخت تلخ و مثلا زهرناک تلخیش زیاد می شود، به بعضی از انسان ها علم میدهی که همچون میوه درخت میوه دار میوهش زیاد می شود. برای همین اول نگاه کن که آن طرف کی هست، بعدن به او علم ده. یعنی بعضی خواهرانی هستن که چه خیلی گفتم علم خود رو فقط بر ضد شوهر استفاده میبرند، بر ضد خانواده شوهر. من خوندم خوشتومن زندگی کردن خوشتومن با من فرض نبوده است. من خوندم پیامبر صلی الله علیه و سلم خودشان لباسهای خود را میدوختند. من خوندم این بوده است. یعنی همیشه علم خونده خود را گویا همچون سلاح علیه شوهر استفاده میبرند و البته که شوهر میگه درس نخوان. همون بیسوادیت خوب بود که اینقدر زبانی دراز نداشتی. برای همین وقتی که شوهر به درس خوانی اجازه نمیدهد ببینیم آیا او از روی ترس به این اجازه نمیدهد یا اینکه ما سبب شدیم که هرچی خوندیم اخلاقمون بدتر شد و این را دید و دیگر اجازه نداد. اما یقین دارم، یعنی یقین دارم که خواهرانی که با آموختن علم شما اخلاقتان در خانه تغییر یافت، با آموختن علم با اطرافیان اخلاقتان تغییر یافت، تربیه فرزندتان تغییر یافت، معاملتان با خویش و تبار خود و با خویش و تبار شوهر تغییر یافت. شوهر برعکس برای شما سهم گذاری میکند که شما بخونید. وقتی میبیند که شما با آموختن علم تغییر یافته ایستادید، با آموختن علم تغییر شما رو به چشم خود دیده ایستاده است. اما گفتید نه او دشمنی با اسلام دارد، اصلا او دشمنی با علم اسلام دارد. در این وقت با این گونه مردها نباید یک زنی مسلمان زندگی کند. آنی که دشمن الله و پیامبر است کجا رود و
شوهری و انسانی دیگر او رو عموما هم تو مسلمان گفته نمی شود. ولی من به اجازه او علم رو دوام دهم، مادامی که علمی فرضی هست، شما الله رو میشناسید، قرآن خواندن رو یاد میگیرید و حق شوهر رو پایمال نکرده ایستادید، یعنی حقوق شوهرتون رو هم رعایت کرده ایستادید، در اینجا باکی نیست که علل خصوص که الان درس ها در داخل خانه هست، درس رو دوام دهید و چه خیلی گفتم اگر اخلاقتون برابری درس تغییر یافت، یقین بدانید که اگر شوهر از اهل فهم و از اهل عقل باشد از شما تشکر میکند و اصلا پیش راه شما را نمیگیرد. سوال دیگر درباره زنهایی که مومگی یعنی چرا فالبینی رو در نظر دارند، فالبینی میکنند میگفتید یعنی مرغ رو میبرند نمیدونم خون میکنند چیز دیگر. فالبینی در اسلام کفر است و حتی حدش یعنی اگر دولت اسلامی باشد گردن زدن است. حد الساحر الضرب بالسیف است. حدیث است که جزای جادوگر این است که گردن او رو میزنید و آنهایی که فالبینی میکنند باید توبه کنند که آخرشان وای است، آخرشان وای است، به ایمان از دنیا میروند. و هر کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من اتى عرافا و صدقه ما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، هر کسی که به نزد جادوگر آید و گپ‌های او را تصدیق کرده و او باور کند او کافر شده است و هر چیزی که به پیامبر به قرآن کافر شده است، یعنی او علم غیب را به او نسبت داده است. البته بعضی علما میگن اینجا کفر آن کفری عموما از دین خارج شوی نه، اما یکی از شاخه های کفر دست زده است. برای همین فالبین ها باید توبه کنند و درهای توبه باز است. و در قصه موسی که جادوگران فرعون وقتی آن معجزه حضرت موسی را، آن عصایی که به اژدهای بزرگ تبدیل می شود میبینند و ایمان می آورند، در همان لحظه میگویند دیگر ما به الله ایمان آوردیم و از تو جای ترس نداریم و یک باره در همان جا شهید می شوند و داخل جنت می شوند. یعنی برای فالبین ها هم همیشه دروازه توبه و راه اصلاح باز است. باید از این گناه کبیره که خیلی گفتم حتی کفر است، خارج شدن از دین است، برگردند و توبه کنند. سوال دیگر، آیا کسانی که حافظی میکنند یعنی سراینده هستند پول آنها حرام است؟ خوراکه و لباسه های آنها هم حرام است و آنها یگان شیرینی هدیه کنند بخوری حرام است؟ حافظی یعنی سرایندگی البته که حرام است، گوش کردن موسیقی که حرام است، سرایندگی هم حرام است و پولی که از سرایندگی به دست می آید آن هم حرام است و البته که از پول حرام وقتی خرید میکنی آن هم حرام است. من اصلا نمیگویم که حافظان هدیهشون حلال، لباسشون حلال، البته که حرام است و چیزی که در شریعت حرام است مزمار شیطان میگویند اینها از زمزمه کننده های شیطان هستند و در سوره لقمان آیتی آمده رو و من الناس من یشری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. عبدالله ابن مسعود خطا نکنم میگویند این آیت قسم به الله که درباره سراینده ها هست. در اسلام فقط در توی به مناسبت توی عروسی یا توی ختنه توی فقط دایره زدن جایز، اما اون رقص و سرودهایی که امروز دیده ایستاده سراینده ها هرچی سراینده تر شدن، هرچی اوریان و هرچی فقط سرود درباره عشق و درباره چیز دیگر می رود که درباره حرام حتی فقط می خوانند. البته درآمد آنها هم حرام است، ولی باز هم می گویم که درهای توبه همیشه باز است. کاش سراینده ها، کاش فالبین ها، کاش آنهایی که بر علاوه گناهی کبیره دست میزنید میدانستید که چقدر عمر کوتاه هست و سرایندگی هم همین عمر کوتاهی خیلی زود گذر میگذرد، با مردکاری هم، با پول حلال هم، و روز قیامت همه به کرده های خود جواب میدهیم. و قسم به الله که هر یک سراینده چقدر پشیمان می شود پس از مرگش که کاش من از آن شهرت و از آن حرامخوری های خود دست می کشیدم و بر می گشتم به سوی پروردگار. سوال دیگر، استاذه در حق مجنون یعنی از عقل بیگانه دعا کنی یا الله جانش را بگیر تا اینکه خار نشود گویی گناهگار می شوی یا نه؟ در حق کسی دعای بد نکنید، شاید که این یعنی پروردگارا هر چی خوب است برایش نصیب کن. گفتن که چگونه که
پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند برای خود طلب مرگ نکنید. اگر خیلی به حالت وزمین افتادید بگویید پروردگارا اگر مرگ برای من بهتر است مرا بمیران، اگر حیات برای من بهتر است مرا زنده نگه دار. برایش می توانیم دعا کنیم که پروردگار هرچی برایش خوب است خودت مهربانی و رحیمی نصیب کن. اما شاید که همون دیوانگیش سبب می شود و اونهایی که دیوانه هستند الکی بلیت آنها، چپته آنها برای جنت گرفته است، برای اون که برای کارهای کردهش یگان دیوانه گناه نمی گیرد و عیناً مثل کودک حساب می شود و خویش و تبارش چقدر که صبر کردن به این ثواب خود را می گیرند. سوال یک خواهر است که 20 سال دارد، پسر به خواستگاریش آمده صاحب اخلاق و دین، مادرش فقط به سبب اینکه پسر فرمانبردار مادر و پدر هست راضی به ازدواج نمی شود و دختر فقط از ترس به حرام دست نزدن با وی پسر به اجازت مادر نکاح میکند و حاضر حامله دار است. اما مادرش در تلاش این است که کودکان را نابود کند و دختر را شوهر دهد، در حالی که وی پسر خواهان زندگیش است. استاذه آیا نکاح ویها با شرعی داخل می شود و می خواهد داند که چیکار کند در این حالت؟ اینجا به مادر نگفت یا عموما به عائلهش نگفت و رفت و زنی کسی شد، یگان اعضای عائله خبردار نبود. این نکاح درست نیست. در نکاح باید شاهدان وجود داشته باشند، ولی اجازتش خودش نباشد، هم باشد نکاح اعلان شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان نفر را پنهانی زنی خود نکردند و حتی حدیث یعنی بکرات می آید که هر زنی که به اجازه ولی ازدواج میکنه نکاح او باطل است. اگر گفتید از برادرش اجازت گرفت، از پدر اجازت گرفت، فقط به مادر راضی نبود، اینجا نکاحشون صحیح است، اما یگان اعضای خانواده خبر نداشت، نکاحشون باطل است و از نو باید نکاح کنند، توی کنند و انشالله فرزندشان حلال به دنیا بیاید و مادر هم خداوند هدایتش کند که نگذارد وقتی که دختر با شوهر میخواد زندگی کند و حامله هست به خاطر اینکه او فرمان بردار پدر و مادرش هست این ازدواج رو یعنی سبب طلاق این دو نفر شود و دخترک حق دارد بگوید که من سخن مادر رو گوش نمی کنم، زندگی رو دوام می دهم. لیکن خواهران عزیز اصلا در مسئله زنی کسی شدن رفته به اجازه عائله، به اجازه علل خصوص پدر و برادر یا پدر و برادر نداشته باشید، عمکی و تقای خود رو زنی کسی نکنید. این مسئله جدی هست، مسئله جدی هست که زنی که به اجازه برادر یا گفتیم به اجازه ولیش خود رو رفته به نکاح کسی می درآورد، پیامبر این نکاح رو باطل گفتن. این خیلی اخلاقا هم درست نیست، شرعا هم درست نیست. لطفاً می گفتید زن به اجازه شوهر در استماتولوژی نزدیک خانه‌اش دکتر دندان میگردن پالشویی کرده می تواند شوهرش با 4 فرزندش تامین نمی کند زنش را. اگر زن گرسنه باشد و گوید که من نان خوردن ندارم، اگر خودم به کار نبرآمدم فرزندان ضایع می شوند، البته درست است برآمده پالشویی کردن یا اینکه کار دیگری که از دستش می آید. و به مناسبت همین سوال عزیزان خواهرانی که من رو میشنوید، یک صدای کوتاهی من در شورت راه نور درباره زنهایی که با عذاب پالشویی میکنند و بعدا کرته میخرند و طلا میخرند و مسابقه ماده پوشی میکنند هست که اکثریت خواهران الله حفظتان کند و آنهایی که مرا در آنجا دشنام کردید پروردگار گناهاتان را ببخشد و من هم به کسی در این مسئله هیچ در دل بدی ندارم. الله گناهی همه شما را ببخشد و اله رفع درجه ما و شما گردد. زیادی همین گونه فکر کردید که من گویا پالشویی رو حرام کردم. خواهران عزیز شما اگر از دستتان چیزی نمی آید و رفته در مکتب پالشویی میکنید، در آشخانه پالشویی میکنید، کار شما حلال است، این رو کسی حرام نمیگوید. اما رفته جایی که خوک میفروشد، عرق میفروشد تازه میکنید، مادامی که میگید من زنی مسلمانم، در این وقت در حقیقت کار حرام است. یعنی برای زنی مسلمان رفته
خوک تازه کردن، دست رو به خوک آمیخته کردن حتی گناه است در شریعت. و اونجا سخن اساسا درباره خواهرکان می رود که آنها گرسنه نیستن، آنها تشنه نیستن، آنها صبر کنن زندگیشون میگذرد، ولی به خاطر اینکه خرید زیادتر کنم، خانه هم باز ریمونتش خوشروتر شود، آنها در این جایها رفته کار میکنن و شوهرانی هم هستن که خودش میخواهد گویان اجازه میدن. اونجا صحبت درباره این میرود. اما خواهرانی که شما مکتب نخواندید یا خواهرانی که میگید از دستم کاری نمی آید، من پول مکتب رو میشویم، من پول آشخانه حلال رو میشویم، من کوچه رو تازه میکنم، حق حلالتون است، کسی به شما در اینجا کارتون حرام نگفت. و لطفا عقل خود رو وسیع‌تر در این مسئله استفاده برید که اونجا گپ درباره چی میرود و برداشت چی هست که شاید جایی که ما قیچ کرده موندیم برای مردم نفهم شد که خیلی آنجا یعنی سخن زیاد شده است. ولی خواهری که میگویند فرزندم هیچ نگاه نمیکند و من گرسنه میمانم، یعنی فرزندکم نیاز به خوردن و پوشیدن دارد، مادامی که شوهر شما را نگاه نمیکند باکی نیست، ان شاء الله باکی نیست. سوال دیگر، من زن به اجازت سر قبر پدر رفتن ممکن است؟ هفته یک مرتبه من با پسرم 4 ساله رفته یاسین رو خوانده دعا کرده می آییم. بسیاری ها میگویند ممکن نیست، باز بسیاری ها میگویند راستی در مابین مانده. پدر من نه پدرش نه مادرش در قید حیات، یک برادر در تاجیکستان کسل وزمین نمیتواند. در نماز بسیار خمیازه میکشم، این علامتی چی است؟ هم اول سوالی بالا رو جواب دهم. بخشید خطا گرفتم. درباره سر قبر رفتن، پیش از همه خواهر عزیز، برای دعا کردن به یک مرده، چه پدرتون باشد چه مادر چه دیگر خویش نزدیکتون، شرط نیست که به نزد قبر روید. پیامبر صلی الله علیه و سلم به سر قبر می رفتن و دعای پیامبر در سر قبر مانند دعای من و شما نیست، یعنی دعای پیامبر اجابت‌تر است و به مقصدی اساساً به سر قبر می رویم، به مقصد یاد آخرت کردن و این چنین دعا کردن برای میت، یعنی برای میت دعا کردن. در اولها پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی لعنت کردن زوارات القبور، و اونهایی که بر دوام به قبرستان می روند، چون که زنهایی بودن که رفته در اونجا خیلی زیاد گریه میکردن. و در ما بعضی زنهایی هستند که به قبرستان می روند نه به مقصد یاد آخرت و دعا به میت، در اونجا برای تبرکی می روند، یا خیلی بعضیا گریه و زاری و داد و فغان حتی ناشکری ها میکنند. وقتی شما فقط برای یاد آخرت می روید و رفته دعا میکنید باکی نیست، برای اون که در آخر عمر، حدیث در بخاری هست، پیامبر صلی الله علیه و سلم به زنها اجازه داده هستند و حتی دعای قبرستان را به حضرت عایشه یاد دادن و حضرت عایشه بعد از مرگ پیامبر به قبرستان برای زیارت قبر برادر خود می رفتند. یعنی پیامبر در اول من کردند و بعدن اجازه دادند، اما اجازه هست برای زنهایی که میدانند که برای قبرستان چرا رفته ایستادند، رفته خاک آن رو به خود مالیدن. و سبحان الله چقدر شرکایی هست که در ما در وطن در سر قبر میکنند. یعنی بعضیا به قبرستان رفته به جای اینکه آخرت را یاد کنند، به جای اینکه برای مرده دعا کنند و یک به خود آیند که جای ما فقط همینجاست، برعکس به هزار یک گناه رفته دست میزنند. خیلی گفتم از شرک و از ناشکری و از نارضا بودن. شما فقط برای دعا میروید، در خانه‌تان دعا کنید هم میرسد و به سر قبر هم ان شاء الله باکی ندارد. و در مسئله یاسین خواندن بعضی از علما به این چیز اجازه میدهند، یعنی میگویند قرآن همیشه برای مرده ثوابش میرسد و هر جایی که قرآن خوانده میشود فرشته ها نازل میشوند. بعضی از علما هستند که میگن پیامبر الله هر باری که به سر قبر میرفتن دعا میکردن و به حضرت عایشه هم دعا یاد دادن که وقتی میروی بگو که شما از ما پیشتر آمدید، ما هم بعد از شما می آییم، غفر الله لکم و لنا، پروردگار ما رو هم ببخشد و شما رو هم ببخشد. یعنی برای مرده ها دعا رو گفتن. برای همین برای خارج شدن از تمام اختلاف ها بهترینش این است که رفته فقط دعا کنید، فقط روید و برای میت دعا کنید. و اما یاسین خواندن چه خیلی گفتم، مخصوص یاسین رو در سر قبر خواندن، حدیثی که دربارش آمده است اکثریت علما آن را ضعیف میگویند، اما قرآن خواندن اختلاف بین علما است. گروه اجازه میدهند خواندن و ثوابش را بخشیدن را، گروه اجازه نمیدهند.
سوال درباره خمیازه کشیدن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن وقتی شما در نماز خمیازه کشیدید شیطان شما را مسخره میکند، برای همین تا میتوانید دفع کنید، یعنی خمیازه خود را فرو برید. این وسوسه شیطان است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گوید و طرف چپتون 3 بار تف کنید. این چی است؟ وسوسه شیطان است که شیطان در نماز شما را میخواهد از نماز دور کند. این به جن رابطه ندارد، اما از شیطان است که شیطان به هر راه در نماز به ما هجوم میکند. یکی به یادمون چیزهایی رو میآورد که عموما در یادمون نیست، یکی با خمیازه کشیدن، یکی با وسوسه که تو طهارت داری نداری، یعنی با هر راه میآید. و پیامبر چی میگویند؟ این خنسب نامی شیطانی هست که اون مخصوص، یعنی وظیفه او در نماز هوش و خیال نمازگزار رو پریشان کردن است، که وقتی که این گونه وسوسه کرد، خواه از طریقه ذهنی، خواه از طریقه خمیازه و خواب‌آلودی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگوید و به طرف چپتون 3 بار تف کنید. سوال دیگر: من میخواهم اولین فرزند خود را عائله دار کنم. میخواهم در این مراسم عروسی در وقت فاتحه با همراه خود 8 یا 9 زن را برای فاتحه همراه خود برم. آیا طبق اسلام همین کار درست است یا نه؟ ما با دعوت طرف عائله دختر می رویم، یگان باکی ندارد. شما مهمانی می روید و در یعنی توی مراسم ها مادامی که خلاف شرعی نیست، شما چند نفر رو گرفتید و خانه خدا رفتید، یگان باکی ندارد، چی مشکل ندارد. این یعنی یگان خیلی گناهش نیست. اما توی پیامبر چه خیلی که در اول گفتم، پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی دایره که خودش جایز نیست در توی اجازه دادن، در توی جمع شدن و ضیافت خوردن. این از سنت های توی است و حتی واجب است که یک ضیافت دهید، خوراک پخته به مردم دهید. با چند زن رفتید باکی نیست، ولیکن توی ها وقتی که از حد فقط مقصد از توی خودنمایی می شود، ریاکاری می شود، پخت و پز زیاده که نصف آن به پرتاب می رود و خیل به خیل پوشیدن هایی که همش خودنمایی هست و اسراف است، انا اینجا دیگر هیچ برکتی توی نمی ماند و معنای توی از بین می رود. اما در توی ضیافت دادن، مهمان جیغ زدن، مهمان را دعوت کردن و حتی دایره زدن بین زنها باکی ندارد، جایز است. من دکتر بیماری های درونی هستم و حالا در روسیه هستم، اما نمیدونم که کار کردن من درست باشد یا نه. همین کار من با دینم و آخرتم ضرر داشته باشد؟ مادامی که شما دکتر هستید و شما نیتی اساسیتان کمک کردن به بیماران است و ای کاش فقط در اگر زن هستید در مکانی زنها کار میکردید، یعنی دکتری خاصی زنها بودید، اما گفتید علاج این گونه شرایط نیست، که در دولت‌های عرب همین گونه شرایط است، یعنی دکترهای مخصوص زنها. اینجا مردهای هم می آیند. در اینجا به حد توان وقتی غض و بصر کردید، یعنی چشم خود را نگاه داشتید و مقصد شما کمک کردن به بیماران است، انشالله به این گناهکار نمیشوید، به این گناهکار نمیشوید. کسبتون کسب حلال است و من احیا الناس فکأنما احیا الناس جمیعا بود. آیت خطا نکنم. کسی که برای زنده ماندن یک نفر کوشش میکند گویا که او تمام انسانها را زنده کرده است. انشالله با این دکتریتون که مقصدتون به بیماران کمک کردن و کسب حلال است، انشاءالله ثواب میگیرید. سوال دیگر: در خانه هایی که یگان نفری عائله شان اگر وفات کنند، عادتا این در زنها می شود. از خوراکی که پخته می شود مادر و خواهر و اپا و دیگران مثلا نمی خورند، علل خصوص از گوشت. آیا همین یگان اساس دارد؟ کلا خلاف شریعت است. خواهران عزیز، در ماتم مهمون ها رفته خوراک خوردنشون را حتی علما حرام میگویند. یعنی وقتی که کسی میمیرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتند به آنجا خوراک پخته برید و به اهل میت خورانید که آنها با غم خود پریشانند و آنها حال و احوالی حتی خوراک خوردن هم ندارند. آنهایی که نزدیکانشان را گم کردند و شما خوراک پخته میبرید و به آنها خوراک میدهید، اما خودتون نمیخورید. اینجا عکس آن است که نه مهمان میخورده است، مادر و خواهر و دیگرها نمیخوردن. عموما عکس است. در عزا رفته خوراک خوردن ممکن نیست، اما خوراک برده خورانیدن این سنت است که حضرت عایشه وقتی کسی از دنیا میرفت خودشون رفته خوراک آماده کرده به اهل میت میخوراندن که پیامبر صلی الله علیه و سلم این گونه وصیت کرده بودند.
یک سوال داشتم، مردها ریش و موی سرشان را سیاه کنند ممکن است یا نه؟ رنگ سیاه را پیامبر جنب و سواد میگویند. در وقت به رنگ اجازه دادن مخصوص رنگ سیاه را پیامبر اجازه نمیدهند. برای همین همه رنگ جایز است به جز رنگ سیاه، چی برای زنها باشد چی برای مردها. بعضی علمای هستن که میگن به جوانها جایز، چون که جوانها خود را رنگ سیاه کنند به جوان مانند کردن نیست و خودشان جوان هستن، به پیران سالان ممکن نیست. ولی به هر حال از اینکه چند راه حدیث آمدگی هست، برای همین بهترش به سیاه نزدیکی نکنند. سوال دیگر میگویند که از روی مسلمانی سر قبر را پنجره بندی کردن و سنگ گذاشتن درست نیست. اگر تماما به قبر اعتبار ندهیم آیا به احترامی به گذشتگان نمی شود؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم پیشا پیش مرگ خود میگویند خداوند لعنت کند یهود و نصرانی را. وقتی یکی از انسانهای شریف از آنها میمرد یا از دنیا میرود، اتخذوا قبرهم مسجده، یعنی قبر آن را برای خود مسجد قرار میدادند، جای عبادتگاه. یعنی مقصد پیامبر این بود که یکی بعد از مرگ من این کار را نکنید. اور پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی یکی از صحابه ها عثمان ابن مظعون بودند میمیرند، پیامبر یک سنگ رو میمونند، سنگ عادی رو، و میگویند با این من قبر برادرم رو میشناسم. قبری که کوچیده رفت اون رو درست کردن، یا یک سنگ موندن، یا برای گم نشدن یگان درخت موندن که از همین میشناسم باکی ندارد. اما اون رو مثل خانه کردن و الکی مثل یهود و نصرانی ها که کار آنها یعنی به زنده هایشان اهمیت نمیدهند و مرده هایشان اینقدر پول صرف میکنند، این مانندی به یهود و نصرانی میشود که پنجره کردن و نمیدونم سنگ مرمر کردن و خیلی خوشرو کردن و مناره کردن و حتی این قبر فلان اولیا گویان دیگر مردم از آن قبر رفته از خاکش خوردن و در نزدش نشستن، این جایز نیست. و قبری که کوچیده است درست کردن ممکن است، یا پیش قبر یک سنگ عادی، خیلی گفتم یک قشتک عادی، یک چیز عادی که از آن قبر رو شناسیم گفتن ممکن، اما نوشتن و بالای آن را بالا کردن و آرا دادن را پیامبر من کردند و این تماما جایز نیست. سوال دیگر حاضر. مضمون سوره های نماز رو ندانیم هم نمازمون درست است؟ نمازتون انشاءالله درست است، ولی الان کتاب های تفسیر هست و درس های تفسیر هست، از آن گوش کنید تا اینکه در نماز چی میگوید بدانید. هر چی که در نماز میگوید وقتی دانستید، نماز شما شکل دیگر میگیرد، نماز شما با خشوع میشود. سوال دیگر، جایز است که برای کسلی های وزنین از شیر و شتر و پیشابش که همچون کپسول در اینترنت مگزین ها میفروشند استفاده برده شود؟ آیا حلال است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در بخاری هست که میگویند با شیر و با پیشاب شتر خودتان را مداوا کنید. به ابوال ابلی و البانیها آمدگی است لفظش، با شیر و با پیشابش. و تا امروز حتی در شویتسیا بود خطا نکنم یک داروسازی کلان مخصوص از پیشاب شتر دارو تیار میکنند. پیامبر فقط همین رو اجازه دادگی هستند و برای کسلی سرطان، کسلی های جگر هم خیلی فایده دارد و به شکل کپسوله باشد حلال است استفاده کنید، انشاءالله شفا می شود و پیامبر در این باره حدیث صحیح گفتگی هستند. سوال دیگر، در زمان حاضر در بسیار گازیته ها طالع نامه چاپ می شود. بعضی ها می گویند که نوشته های این هفتینه همش درست آمد. همین گونه باورها در اسلام ممکن است؟ عیناً همون جادوگری هست و سبحان الله عقل را ببینید. مثلا در طالع نامه یک نفر عقرب است و در دنیا شاید میلیون نفر عقرب باشد، نخواد همون میلیون نفر همین هفته یک خیل زندگی کنند، یک خیل همشون به جای کار تامین شوند، یک خیل همشون ازدواج کنند، تکلیف ازدواج. یعنی عقلا هم به این چیز باور کردن عموما درست نیست، اما از روی شریعت این حرام است. این یک نمود فالبینی هست و در اسلام طالع نامه وجود ندارد و الله چی میگوید؟ یگان نفری از شما نمیدونید که ماذا تکسب غدا، پگاه چی میشد؟ یگان نفر شما نمیدونید. این علم غیب است. هر انسان باید پگاه برای پگاه آماده باشد و خداوند خودش میداند که پگاه چی میشود. یعنی طالع نامه ها هم دروغ هستند،
هم از روی شریعت همون علم غیب و فالبینی هستند و عقلا هم چه خیلی گفتم نخواد که در دنیا اگر مثلا من هم یک نفر دیگر هم برجمون یک خیلی شد همون هفته همون زندگی رو ببینیم. سوال دیگر، مثلا یگان چیز خریدن به روزی گریش می شود، مثلا نومیروک هست، پریز موندگی، آخری ماه کسی رقمش برد، ممکن که ماشین پدرکه شود. اگر رفت و همین آدم رقمی که خرید رقمی 10 باشد و آخری ماه همین رقم برنده شد و صاحب جایزه شد، همین حلال است در اسلام یا مثل لوتو می شود؟ البته که این همون لوتو هست یا همون قمار است. اگر گفتید من نمیخرم اون رقم یا بلیط رو نمیخرم و ما عادی رقم دادن، یعنی یگان آدمی خیرخواه که این گونه آدم ها وجود ندارن در اینترنت که به شما رقمی به پول دهند و یکی از ما برد کردیم، این حلال است چون شما پول صرف نکردید. یک بازی که شاید کسی اینجا هدیه گرفته است و به یگان پول، اما شما رقم رو خریدید، عیناً همون میسر است یا همون قمار است که اون حرام است و گرفتن اون ماشین هم حرام است. و هر کسی که از این نمود بازی ها، از این نمود بلیط خری هایی که بازیگویان یک چند قمارباز حرامخور که هیچ نترسیده زن و مرد برآمده بازی تشکیل میکنن، اشتراکش هم حرام است. یکی ماشین بریده باشد اون ماشین هم حرام است، باید از اون حرام خلاص شوید و یگان جا بدهید و از اون خلاص شوید و از دادنتون ثواب هم نمیگیرید، اما بودنش یک مال حرام در خانه‌تان حساب می شود. و چه خیلی گفتم این بازی ها همون قمارهای زمانوی هستند که قماربازهای حرامخور با نام دیگر، یعنی قمار رو با نام بازی در بین مردم جاری میکنند. سوال دیگر، من زن غریب بودم، صاحب 2 پسر در غریبی، سرم گرنگ به شوهر برآمدم، صاحب یک پسر دیگر شدم. شوهرم حقارت‌های قبیح و وزنین میکند. التماس جواب تید که چی کنم؟ میگویم طلاقم را ده، گویم خب میکند. قطعش دیگر زندگی برایم تلخ شده است. میتونم به طلاق برایم به مسکو از پشت زندگیم شوم؟ چه خیلی میتوانید وقتی که شما شوهر کردید بعد از پشت زندگی میشوید؟ البته در اینجا باید طلاق بگیرید، یعنی در اسلام طلاق حلال است وقتی که زن در حقیقت از شوهر ظلم میبیند که دیگران اون ظلم را نمیبینند. خیلی که گفته استادن دیگر علاجی با اون نفر زندگی کردن نیست. مرد هم همین گونه وقتی با زنش علاج زندگی کردن نیست، طلاق برایش حلال است. و اون حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و آله میگویند زنی که از شوهر طلاق میپرسد بوی جنت را نمیبیند، اونجا من غیر بأس آمده است، یعنی به سبب یا به سبب های کوچکی که همه دارن شما طلاق پرسیدن میگیرید، در اینجا گناه کبیر است. اما سبب جدی دارید میتوانید طلاق گیرید. وقتی که شوهر طلاق نمیدهد در اینجا مجبورش میکنید با واسطه خویش و تبار با راه دیگر، اما هنوز طلاق نگرفته نباید یک زن مسلمان از پی زندگی خودش شود مادامی که در نکاح یک مرد هست. سوال دیگر، زن آیا می تواند در حالت حقش را رعایت نشدن همچون زن دوم؟ الان جواب دادم به همین سوال که گناهکار نمی شوید مادامی که شما همچون زن چگونه که شوهر باید زن را نگاه و بین کند هم از جهت مادی هم از جهت معنوی این را نمی کند، یعنی شما گویا که هستید و نیستید برای شوهر فرق ندارد. در اینجا زن حق دارد که طلبی طلاق کند و اگر اسلام یعنی دولت از روی اسلام اگر می بود قاضی یا سودیه اون شوهر رو مجبور میکرد یا از نام او حتی طلاق میداد. الان که ما متاسفانه این گونه سودهای شریعتی نداریم، اینجا مجبورش میکنید به هر راهی. سوال دیگر، اگر زن امکانی به سفر حج رفتن دارد اما محرم نداشته باشد آیا رفتنش جایز است یا نه؟ درباره سفر کردن به حج گفته بودیم که در نزد جمهور علما وقتی سفری فرضی هست همچون حج فرضی و راهها امان هستند و یک گروه هست که زن به آنها میتواند همراه شود که رفق صالحه میگویند، زنک میتواند به سفر برآید به شرط اینکه راه امان باشد و با گروه حاجی ها باشد. در مذهب امام شافعی هم هست، در مذهب امام مالک هم هست و در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه جایز است به شرط اینکه راه 3 روزه باشد، یعنی از 3 روز زیاد نباشد که حاضر راهها چه خیلی میدونیم سفر به حج از طریقه هواپیما اصلا به 3 روز نمی رود، یعنی حج فرضی علل خصوص
عمره و حج فرضی در نزد جمهور علما مادامی که زن رفق صالح یا همسفرانی امین دارد، همسفرانی باورناک دارد، باکی نیست. و حضرت عایشه و همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در بخاری هست که بعد از مرگ پیامبر در زمان خلافت حضرت عمر همراه عبدالرحمن ابن حوف باز بار با همراه عمر حضرت عثمان و حج فرضی میبرند، اگرچه در نزدشان دیگر محرم نبود. و این چنین عبدالله ابن عمر بعضی از کنیزهایشان هم به حج فرضی می رفتن. یعنی مسئله حج فرضی در نزد جمهور علما گفته ایستادم، حج فرضی که آن فرض است وقتی که رفقه یعنی یک گروه هست که با آنها باور کرده می شود انشاءالله باقی ندارد. آره بعضی از علما هستند که نه عموما نبراید، اما این سخن بعضی از علما، جمهور علما به این اجازه می دهند. اگر زن غیر انتظاری حامله دار شود، شرایطش خوب نباشد، کودک را تا چند ماهگی اسقاط کردن ممکن. در شریعت کودک یک روزه را هم اسقاط کردن ممکن نیست، آن کشتن فرزند است. در یک روزه کودک را هم یگان دلیل نمیدانم که یک روزه، دو روزه، 3 ماه را کسی با دلیل اجازه داده باشد یک روزه کودک را هم به خاطر شرایط نکشید و این کودک کشی بر الله هست که درباره اسقاط حمل من پیشتر صحبت کردم، می توانید در همین یوتیوب پیدا کنید، اینجا باز سخن را دویم بار تکرار نکنم. در حق مادرم دعاگو باشید. 1 ماه شد از دست دادم، می خواهم با طور درست نماز خوانم برای مادرم. می فهماندید که به من چه طور خوانم کدام وقت بهتر است. پروردگار مادر شما را و جمیع گذشتگان آنهایی که در اینجا الان اشتراک دارند و تمام مؤمن و مؤمنه ها را خودش رحمت کند، جنت الفردوس را برایشان نصیب کند. و آنهایی که یک عزیزی را از دست دادید یقین بدانید که با همین دیگر شما او را نمی بینید، 2 دنیا تمام نشد. انشاءالله که با آن نفر به اذن الله که در جنت ملاقات خواهید کرد. انشاءالله که با او در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم هم نشین خواهد بود. دنیا وقتی که یک نفر از دنیا رفت این معنیش نیست که با همین او نابود شد. نه، مؤمنان یقین دارند که با مرده هایشان وام میخورند. مؤمنان یقین دارند که الان در سفری کوتاه مدتی هستند و فتن آنها در جنت است و انشاءالله با مادر وام میخورید. و در حق تمام پدر و مادران و گذشتگان در دعا هستیم. اما درباره نماز چه خیلی گفتم، برای مادر کی خواستید نماز نافله خوانده به جز همون 3 وقتی که نماز خواندن جایز نیست، بعد از بامداد تا برآمدن آفتاب، پیشین تقریبا 10-15 دقیقه و بعد از عصر تا کلا آفتاب فرو رفتن نماز نفل خواندن ممکن نیست. در دیگر وقت کی خواستید می توانید نماز نافله خوانید و در نزد اکثر علما نماز خوانده ثوابش را بخشیدن هم ممکن است، قرآن خواندن و ثوابش را بخشیدن هم ممکن است و علل خصوص دعا کردن و صدقه کرده بخشیدن اتفاقا است. اگر مثلا درباره نماز و روزه و قرآن بین علما کمی اختلاف باشد، اما درباره اینکه صدقه حتما ثوابش رفته میرسد، حدیث در بخاری هست که وقتی مرد به پیامبر صلی الله علیه و سلم میپرسد که آیا من صدقه کردم ثوابش به مادرم میرسد، پیامبر میگن آره میرسد. از همین دلیل میگیرن دیگر علما که وقتی که صدقه ثوابش میرسد، اون که عمل صالح هست، روزه و نماز و حتی ذکر و اینها هم میرسد. ان شاء الله که کدام وقت که بجز همین 3 وقت مکروه نماز 2 رکعت نافله خوندید و خدایا ثوابش را به مادرم بخشیدم گفتید میرسد، علل خصوص دعای فرزند صالح همچون صدقه جاری هست که به مادرتان رفتن میگیرد. و چه خوش است خواهران عزیز، برادران عزیز، وقتی که ما فرزند داشته باشیم که پس از ما برایمان دعا کنند، پس از مرگمون ما رو فراموش نکنند، در یادشان باشیم که این عزیز من رفت، برای او باید دعای خیر کنم، باید برایش هدیه بفرستم. سوال دیگر، استاذه عزیز، مادرم چند سال می شود که از دنیا گذشت. وقتی که بیبیم زنده بود پدرم اپای کلانیم را همراهش در دهات بردمان تا که او را نگاه و بین کند. وقتی که 18 ساله شد به شوهر برآمد، به همین دیگر به خدمت مادر نرسید. خلاصه گپ این است که در دلش المی زیاد مانده است، به حد زیاد گریه میکند. هر باری که در زندگیش مشکلی شود در حال گمان میکند که این جزای او است برای کم خدمتی مادر را به جا آوردن. آیا این در اصل
این جزا است. انشالله جزا نیست. مادامی که خواهر شما برای نگاه و بینی بی رفته بود، بی هم حق مادری دارد. او خدمت بیش رو کرد و از کجا میدانست که مادر زودتر از دنیا می رود؟ یعنی این یک وسوسه شیطان است. بگوید هر وقت که شیطان این گونه وسوسه میکند که تو دعای مادر را نگرفتی، برایش دعا کن، برایش یگان خیر کن و بخش. حتی برایش چند آیت خوانوس خیلی گفتم جمهور علما اجازه میدن، یعنی یگان عمل صالح کنه برایش ببخش. اما اینکه نه من دعای مادر را نگرفتم و به این روز ماندم، این اساس ندارد. یک وسوسه شیطان است، یک ناامیدی هست که درست نیست. مادامی که در خدمت بیبی بود و در گناه نبود، یعنی فرزندی که آره عموما از بحر مادر برآمد، از پای کیف و صفا بود، عموما شوهر کرد و مادر رو فراموش کرد، سفر کرد و مادر رو فراموش کرد، می توانیم بگیم عق مادر هستی، عق پدر هستی که فراموش کردی. اما نه وقتی که بیچاره در خدمت بیبی بود و بعدا به شوهر برآمد، انشالله بالایش یگان ندامتی نیست. سوال دیگر: السلام علیکم، میخواستم بفهمم من طبیب زنانه شدنی ام، میتوانم ابورت کرده گرچه زن مسلمان نباشد و به سلامتی ضرر نداشته باشد؟ نمیتوانید ابورت کرده. وقتی شما ابورت میکنید در کشتن همان کودک شریک هستید. دکترانی که شما طبیب زن هستید به هر ابورت کردگیتون در روز قیامت جواب میدید، چون که شما به همون قاتل شریک شدید. در اسلام وقتی یک نفر به کشتن کسی می رود و به او شمشیر دادید، تو هم شریک او هستی. شما در کشتن هر کودک شریک می شوید، گناهش به سرتان است. سوال دیگر: کودک 3 ماهه دارم، همین قدر که احتیاط میکنم، اما وی در جای خوابم سر و روی خودم حتی به دهانم پیشابش در آمد. آیا هر مرتبه پیشاب وی به من بینماز میشوم؟ آره، بینماز میشوید. پیشاب کودک بینماز میکند و باید که غسل کنید و لباس ها رو هم بشویید. به این تنبلی نکنید. الان خصوصا اونهایی که در مهاجرت هستید خیلی آسان است شستن، حتما باید برای هر یک نماز بشویید. سوال دیگر: شوهر من حقارت میکند، خپش میکنم، یک گپ میگوید که گپ کرده نمیتونم. جواب تیمش گناهگار میشوم. حقارت میکند، باز حج رفتگی است. کسانی که همه چیز رو به حج رابطه میدهید پیش از همه، فلانی حاجی هست و این را میکند، فلانی حاجی هست و آن را میکند. عزیزان، حج رفتن دیگر فرشته شدن نیست. حج رفتن دیگر اولیا شدن نیست. حج رفت، یک فرضش رو انجام داد و آمد. این معناش نیست که وای حج رفت دیگر هیچ گناه نمی کند. وای حاجی هست تو چرا کرد نگوید، چون که حاجی یک انسانی عادی هست. خوش به حال حاجی هایی که می روند و تغییر می یابند، اما تغییر یافتن هم نصیب همه نمی شود. یعنی همه چیز رو عیب حج نکنید. یک دویمش این است که بعضی مردها همین گونه حقارتگو بزرگ شدن، یعنی همین گونه تربیت یافتن، همین گونه یا گفتیم بد تربیت هستند. در این وقت اگر شما هم بد تربیت شده، دیگر خانه جنگل می شود. وقتی که با یک بد اخلاقی کرده، دیگر بدونید که از وی هیچ فرقتون نیست. جواب اینها سکوت است. زن در این حالت می تواند سکوت کند، می تواند قهر کند. یک راه رو پیدا کنید. اگر گفتید هیچ راهی نیست، سکوت کنید. یا برآمده این در این خانه باشه، شما به خانه دیگر روید. اما اصلا او بدزبان است، من هم بدزبانی میکنم و دهانی او رو میپوشم، نگوید. دهانی او پوشیده نمیشود مادامی که وی همین گونه تربیت یافته آمد. اما شما بدزبان شدن میگیرید، شما مثل او میشوید، میروید و بعداً مثل او میشوید. و الله چی میگه؟ والذین یدرؤون السیئه بالحسنه، یعنی آنهایی که بدی رو با خوبی جواب میدهند. یعنی مؤمنانی که بدی ها رو با خوبی جواب میدن و این اساسا در عائله باشد، دیگر عائله آرام مییابد. فرزند از شما یاد میگیرد که چگونه شما خود رو به دست میگیرید، اعصاب خود را به دست میگیرید. کی نباشد هم، حتی شوهر نباشد هم، کسی حقارتگو هست، با حقارتگویی خواهر آن را ما تغییر داده نمیتوانیم. سکوت ما اگر عقل داشته باشد و فراست داشته باشد، برعکس به او ضربه هست که 1001 دشنام هم این گونه ضربه زده نمیتواند. اصلا به یگان زن من توصیه نمیدهم که کسی بدزبان است تو هم با او بدزبانی کن. برعکس با خاموشیت، با اخلاقت، با مستحکمی اعصابت به اون نشان ده که چگونه قوی هستی، چگونه در اخلاق خود ثابت هستی که کسی اخلاق تو رو با بدزبانیش نمیتواند بشکند. سوال دیگر:
السلام علیکم. من در اول نماز تهجد می خواندم، تسبیح ها می زدم. چرا حالا باشد تنبلم، فقط خواب می روم، می گویم از جایم نجومم. چرا برای چی این طور شدم نمیدانم. تنبلی یعنی بعضی از عملهای هست که یعنی بعضی از گناه های ما هست که در سوره آل عمران درباره صحبت می رود که پروردگار می گوید آنهایی که به جهاد نرفتن، عملهای گناههای آنها سبب شد که آنها را از جهاد باز داشت. بعضی از گناههای ما هست که اون گناهها سببی پیش راه نماز تهجد ما را میگیرد، سببی قرآن را ناآموختن ما می شود. وقتی که شما گفتید با کارهای ثواب من هیچ موفق نمی شوم، جستجو کنید در گناه های خود. شاید یک گناه های پنهانی داریم، وای که از دست تلفن ها که چقدر تلفن ها آمد و گناه های پنهانی ما هم زیاد شد. وقتی که شما شاید یگان چیزهای تماشا میکنید، شاید بعضی از نیت های دارید، شاید یک کارهای دارید که اون سبب می شود که به نماز تهجد موفق نشوید. در خاطرم هست یکی از سخنهای علما بود که به خاطر یک گناه هم میگویند من چندین سال لذت نماز تهجد را نتوانستم بچشم. یعنی گناه ها سبب می شود که ما به عملهای ثواب موفق نشویم. وقتی این گناه هستید حتما جستجو کنید که در کجا شما چه گناهی دارید و هر چی زیاد استغفار کردید، هر چی زیاد توبه کردید، هر چی زیاد خود را مجبور کردید به عملهای ثواب، پروردگار برای شما دوباره لذت و آن ثواب نماز تهجد را نصیب میکند. سوال دیگر، استاذه در زندگی عائلوی همین قدر کوشش میکنم که با شوهرم جنجال نشود، موفق نمیشوم. شوهرم انسان خوب هستند، چگونه خودم را اصلاح کنم؟ جنجال در همه خانه ها بود خواهر عزیزم. در جنجال در خانه بهترین خلق بشر به ابی و امی محمد صلی الله علیه و سلم حتی وجود داشت که وقتی که بعضی صدای همسرانشان بالای پیامبر بلند می شود، حضرت ابوبکر آمده حتی دختر خود عایشه رو میزنند که تو چرا صدایت رو به پیامبر بلند کرده ایستاده؟ پیامبر حتی یک ماه با تمام همسران خود قهری می شوند. جنجال در خانه بهترین زن دنیا و آخرت، در خانه حضرت فاطمه وجود داشت که حضرت علی قهر کرده از خانه برآمده رفتن. در همه خانه ها جنجال هست، به جنجال زندگی نیست. فقط اینکه جنجال باشد که ما با حرام دست نزنیم، جنجال باشد که ما اون رو حل کرده توانیم، جنجال باشد که پس از جنجال زندگی رو دوام دهیم. اما جنجال در همه خانه ها می شود و این چیز رو به فرزندهایم باید یاد بدهیم که به جنجال زندگی نیست. زندگی یعنی افسانه نیست که تو هرچی میگویی زنت هنگوید یا شوهرت هنگوید. هیچ جنگ نشده زندگی کنید. در خانه پیامبر چه خیلی گفتم جنجال وجود داشت. سوال دیگر، من نماز میخوانم، الله قبول کند، گه وقت یک سوره رو دوبار تکرار میکنم، هیچ گپ ندارد یا اینکه نمازم رو اثر کنم؟ یگان باکی ندارد. دوبار تکرار کردن سوره در نماز یگان باکی ندارد. ولی خواهران عزیز، پیامبر صلی الله علیه و سلم سوره انسان، سوره نجم، سوره طور، سوره های دور و دراز میخواندن در نمازها. حرکت کنیم اهل نماز، یکم از تنبلی دست کشیم و سوره های دراز رو حفظ کنیم، در نمازهایمون خوانیم که نماز با سوره های دراز لذت دیگر دارد. سوال دیگر، حضرت فاطمه با حضرت ابوبکر تا آخری حیاتشان قهری شدگی هستند در تلاش میراث و حضرت فاطمه پیش از مرگشان وصیت کردگی هستند که به جنازه هم حضرت ابوبکر نآیند. این راست است یا نه؟ پیش از همه اولا یکی بین اینها تلاش بود. به من و شما چه رابطه دارد؟ آیا ایمان ما را زیاد میکند یا کم میکند؟ عموما یعنی آنهایی که همیشه از پی تلاش صحابه ها میگردند که چرا این صحابه با این صحابه با هم مشکلی داشتن، چی بود که کی خطاکار بود، یعنی از این چی میگیرید؟ از این برایتون چی فایده هست؟ با این کارتون چی رو میخواید اثبات کنید؟ این از پی در ما میگن کهی کهنه رو باد کردن است، یعنی فتنه های پیشتره رو خیزاندن است. آره، بین حضرت فاطمه و حضرت ابوبکر مشکلی در میراث بود که قصه در صحیح بخاری هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم باغ کلان را گذاشته رفته بودند، فدک بود خطا نکنم، که حضرت فاطمه میگویند من اون باغ رو میخواهم، که حضرت ابوبکر میگویند پیامبر به من گفتند که ما معشر پیامبران
هر چیزی که گذاشتیم صدقه هست. ما میراث نمیگذاریم، میراث ما فقط علم است. ولی حضرت فاطمه میگویند آخر خداوند در قرآن میگوید ما یحیی رو میراثگیر زکریا کردیم. چگونه تو میتوانی با این گفت به آیت چی میگوی؟ یعنی همین گونه بین صحابه ها چگونه که بین انسان های عادی تلاش می شود کمی نافهمی شده بود. ولی من تا جایی که من خودم خبر دارم برعکس پیش از وفات حضرت فاطمه حضرت ابوبکر می آیند، حضرت فاطمه اجازه داخل شدن می دهند و می بخشند و همدیگر رو حلال میکنند، همدیگر رو حلال میکنند و اینها تا آخر عمر قهر ماندن. و این من هیچ دلیل نمیدونم، ولی باز میگویم آنهایی که اسبای بعضی جنگ و تلاش هایی که بین صحابه ها شد میگردید، چی رو میخواید اثبات کنید؟ با این چی میشوید؟ با این کجا رو آباد میکنید؟ به یگان جا رفته رسیده نمیتوانید. هر چی بود بین آنها گذشت. خداوند هم برای یعنی ببخشید رسول خدا محمد صلی الله علیه و سلم برای ابوبکر هم جنت رو وعده کردن، برای فاطمه هم. هر دوی آنها جایشان جنت است. به من و شما چی؟ ما ها چیکار میکنیم که از پی آن فتنه ها میگردیم؟ یکی به خبر میمونیم. بهترین دوست پیامبر نسبت حضرت ابوبکر رضی الله عنه بدزبانی میکنیم، یا نسبت دخترک پیامبر فاطمه رضی الله عنها گمانی بد میبریم. یعنی از پی این چیزها شدن نه علم شما را زیاد میکند نه ایمان شما را. بهتر نیست از پی فهمیدن یک آیت شوید، از پی چگونه در سجده ها پروردگار را عبادت کردن شوید، از پی این همه قصه هایی که حیات شما را دیگر میکنند، قصه های صحابه ها، از پی آن شوید، نه از پی اینکه چرا این صحابه با این صحابه تلاش کرد و جنگ کرد و چیزی دیگر. سوال دیگر، چرا در وقت کشتن هم باز شروع کردن؟ در این باره جواب نمیدهم. اگر نظر کرده باشی لیکن نظری که کردی اگر همون عمل شود، من 3 روز روزه میدارم گفتی، نیت کردی و همون عمل نشد، آیا نظر کردگی نظر کرده رو داشتن در کار است؟ شما اگر گفتید که مثلا همین کارم شد 3 روز روزه میدارم اما نشد، نه، نظرتان رو انجام نمیدهید، چون که شما نظر کرده بودید که اگر شد نه من روزه میدارم، اکنون که نشد با که نیست شما روزه نمیگیرید. سوالی دیگر، اگر زن و شوهر بی فرزند و مادر شوهر مجبور میکند که زن گیر گفته پسرش را، پسر زن نگرفته زندگی میکند با زنش، در اینجا پسر گناهگار میشود در نزد مادر؟ اگر در رفت زندگی رود و زن گیرد، چه خیلی تحمل باید کرد و صبر باید کرد؟ از برای اون که این زن یک بار شکست خورد در زندگیش و به شوهرش باور ندارد که با 2 زن در عدالت زندگی کرده میتواند و زن میگوید مرحمت زن گیر، لیک من با تو زندگی نمی کنم چون باوری ندارم به تو در عدالت. در اینجا زن گناهکار می شود یا نه؟ 3 سوال دارند. سوال یکمشون این است که مادر میگوید زن گیر تا فرزنددار شوی و مرد میگوید نه من زن نمیگیرم. در اینجا مرد گناهکار نیست، اینجا اختیاری مرد است. مرد میتواند زندگیش رو با همون زنش راضی شوان دوام دهد. در اینجا مرد گناهکار نمی شود در نزد، چون که مسئله با زنت زندگی کردن و طلاق دادن و طلاق ندادن یا زن دوم گرفتن این مسئله خاص مرد است. به این مادر حق دخالت ندارد. نصیحت کرد قبول نکرد باکی نیست. در اینجا نسبت مادر زمان گناهکار می شود که به من کمک کن، گفت کمک نکردید. مادر به شما نیاز دارد، شما پروا ندارید، در اینجا گناهکار می شود. در مسئله طلاق ده یا که دیگر زنگیر گفتن گناهکار نمی شود مرد. سوال دیگر این که چه خیلی باید تحمل کند؟ خواهر عزیز، یعنی خواهرانی که زن دوم هستید، البته من شخصا تجربه ندارم در این مسئله، ولیکن برایتان میگویم اونهایی که زن دوم هستید یا سوم هستید، دنیا فقط شوهر نیست. نباید زندگی شما فقط کتابی باشد که داخل شوهر است. یعنی یک شوهرتون اونهایی که زن دوم گرفت یا زن سوم گرفت با همین دنیایتون تمام نشد. خدا شما رو ترک نکرد، همون شوهر هم شما رو ترک نکرد. شوهر فقط یک نفر دیگر رو گرفت، شاید با امید اون که از اون فرزنددار شود، شاید با امید اون که یک خواهر بیچاره درمانده بود و به اون نگاه کند. با همین حیات خود رو برای خود تلخ نکنید. گمان کنید که چقدر زنها شوهر ندارن، چقدر زنها هستند که شب و روز شوهر خود را ماه‌ها و سالها نمیبینند برای اینکه شوهر آنها در راه دور هستند. آره، مسئله زن دوم و سوم صبر کردن کاری آسان نیست. خیلی از
نفرانی هستند که در این مسئله دیگر طاقت کرده نمیتوانند، برای اینکه خواه نخواه رشک در وجود انسان ها، در قلب های انسان ها جایگیر شده است، در زن هم در مرد هم. اما نباید آن رشک با شما تا اندازه حاکمیت کند که شوهرم زن گرفت گویان دیگر خود را فراموش کنید، دیگر الله را فراموش کنید. شما دیگر از شوهر خود خدای بسازید که وی زن گرفت شما را آن پرتافت، شما را دیگر نه به جنت میبرد و نه در دنیا شما را نگاه میکنند. نه، شوهر آره همراه شما هست، همسفر شما در زندگی هست، اما قبر او جدا است، قبر شما جدا است. شما جدا پرسیده می شوید، او جدا پرسیده می شود. شما باید جدا عملهای را انجام دهید، او باید جدا عملهای را انجام دهد. نه اینکه وقتی که شوهر زن گرفت، علل خصوص خواهرانی که به خاطر بی‌فرزندی شوهرتون زن گرفت، یا به خاطر اینکه بعضی مردها طبیعتا به یک زن نمی توانند صبر کنند، نباید خود را این گونه خوار کنید، نباید این گونه خود را بیچاره کنید که خدایا شوهر من زن گرفت، من دیگر تمام، من دیوانه شدم، من دیگر نه رشته زندگیم رو پیدا کرده میتوانم، نه امید دارم. نباید این گونه خود رو حقیر رو بیچاره کنید. از پای دیگر زندگی رو دوام دادن گیره چقدر زیاد هستند. یعنی خواهرانی که آرزو دارند که یک شبها آرام باشند و با پروردگارشان تنها به تنها خلوت کنند. مادامی که در این باره صحبت رفت، خواهران عزیز، یکی از استادان من الله حفظشان کند شوهرشان زن گرفته بودند. یک ماه خیلی در همون حالتی آشفتگی و غم بودند. بعد از یک ماه میگویند میدانی مسلمه، بعد از اینکه شوهرم زن گرفت من یک شب نخوانم، هم دویم شب نماز تهجدم کنده نیست. در روزهایی که شوهرم نیست من به حضور روزه میگیرم، در روزهایی که شوهرم نیست شاگردان به خانه می آیند و ما 3-4 ساعت درس میکنیم. حتی به فرزندانم اینقدر مشغول نبودم، زیادتر مشغول هستم. در اول گمان کردم که خیلی برایم ظلم کرد، الان میگم خیلی برایم مهربانی کرد که من رو اینقدر آرام گذاشت که من خیلی به چیزهایی که نمیتوانستم وقت پیدا کنم وقت یافتم. یعنی اون زن توانست که با این چیز راضی شود و زندگی کند، به خود نقشه داشته باشیم. یعنی اینجا من گفتنی نیستم که شما نسوزید، شما عموما به این اهمیت نداده نمی شود، ولی برابر این زندگی کردن رو باید یاد گرفت. نباید زنگیری شوهر منتهای حیات شما باشد، شکست تمام امیدهایتان باشد، شکست تمام آرزوهایتان باشد، خودتون رو نابود کنند. نه، باید قوی باشید، مستحکم باشید. انسان‌هایی هستند که خیلی گفتم عموما شوهر ندارن، شوهر بیمار دارن، یا شوهر دارن که از بودنش نبودنش خوب است، اما شوهری که هم به شما نگاه میکند هم به اون زن نگاه میکند، از همه جهت شما رو مهیا میکند، فقط یک شب اینجا هست و یک شب آنجا نیست. این رو قبول کنید و به این راضی شده زندگی رو باید یاد گیریم، وگرنه خود رو میشکنیم، خود رو میخوریم، خود رو بیمار میکنیم و نمیدونم به حالا چی میگویم بعدن. تو به من یک شوهر دادی، او زن گرفت، دیگر من تو رو هم فراموش کردم و خود رو هم فراموش کردم. یعنی باید که در این مسئله وسیع‌تر فکر کنیم که حیات فقط شوهر نیست، حیات فقط فکر کردن درباره زن گرفتن شوهر نیست. درباره دیگر، درباره من کلا جواب دادم. سوال دویمش هم میخواستم فهمم که کسی که از من خود به خود از بخیلی مرا بد دیده باشد و گوید من تو رو نمیبخشم، مرا به من گپ نمیزند، چی کار کنم؟ هیچ کار نکنید، مادامی که شما هیچ ظلمی در حق او نکردید و او این کار رو خود به خود میکند، دیگر هیچ کار نکنید. ما زمانی بخشش میپرسیم، عذر میپرسیم که گناه داشته باشیم. وقتی که گناه ندارید و یک نفر بیمار یا یک نفرش خیلی گفتم یعنی با همین کارها آواره خود از خود میگوید من تو رو نمیبخشم، بگذار نبخشد مادامی که گناه ندارید. سوال دیگر، با برادر شوهر گپ زدن ممکن است؟ برادر شوهر است، او خویش شما هست، او عمک فرزندانتون است، به او سلام دادن، برایش خوراک آماده کردن ممکن است، اما تنها به تنها نه. تنها به تنها نه، چون که او نامحرم است. تنها به تنها نشستن و سفر نه، اما که خانه آمد البته که اجازت است که شما مرد بیگانه حتی باشد سلام دادن، مادامی که به فتنه نمیبرد با که نیست. یعنی در یگان جا آمده است که پیامبر گفته باشند به زنها اصلا سلام ندهید.
یعنی با زنها صحبت کردن پیامبر یا بعضی صحابه ها با هم دیگه صحبت کردنشون به سلام که گپ رو شروع کردن نمی شود آمده است. فقط تنها به تنها ماندن و بیهوده گپ زدن و خنده و رفته رفته آمیخته شدن ممکن است و برادر شوهر رو اگر شما گپ نزنید نمیدونم چه خیلی می شود دوامش، مادامی که برادر شوهر شما هست. شوهر من عروس باز است و مرا در برش راه نمیتید. مدتی 15 سال شد. اولش من به حد زیق می شدم، 1 سال شدم بی پروا شدم، دیگر پیشش نمی روم. گناهکار می شوم. عجیب است سوالشون. چرا گناهکار می شوید وقتی که مرد شما رو نمی خواهد؟ یعنی چرا شما گناهکار می شوید؟ گناهکار از این است که 15 سال یک مرد شما رو نمی خواهد و شما با او زندگی رو دوام دارید. اینجا گناهکار هستید که اینقدر حق خود رو پایمال کردید. استاد جان اگر لباس بسیار باشد به کسی دهیم خیر می شود؟ اگر شما از لباس هایتان دادید با نیت خیر است، اما از به پرتافتن یا به موسر پرتافتن به کسی میدی هم گفتید، در اینجا این خیر نیست. شما چیزی که به شما لازم نیست به کسی دادید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون میگوید الله. شما صاحب تقوا نمیشوید تا زمانی که از چیزی که برای خود دوست می‌دارید از آن صدقه نکنید. صدقه هایی که ثواب کلان دارد همین است که به خودت لازم است تو دوست می‌داری با صدقه میکنی. این نیست که یک چیز به تو لازم نیست تو رو اصلا میخواهی به پرتوگاه پرتایی، لیکن باز به کسی میدی با امیدی خیر هست. اینجا تا همینجا کفایه میکنم. سوال هایی که آمدن اگر بقیه رو جواب ندادم انشاءالله صحت و سلامت باشیم. شاید یک وقت دیگری وقت مناسب همراه شما در اینجا در پخش مستقیم در سوال و جواب خواهم بود. اگر هر چیزی در اینجا خطا گفتم اون از طرف من مسلمه بود و از طرف شیطان بود. هر چیزی که درست گفتم صحیح گفتم او با توفیق پروردگار و از طرف پروردگار مهربان بود. امیدوار هستم که با این سوال جواب و بعضی از مشکلی های شما آسانی آورده باشم. پروردگار همه مشکلی های تمام خواهر و برادران مسلمان علل خصوص خواهر و برادران تاجیک را و باز علل خصوص مسافر مهاجران را خودش برآورده کند و اله همیشه سربلند و موفق باشید. با تا صحبت های دیگر یا تا پخش های دیگر شمایان را به پناه الله یگانه میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.